چرا خداوند در قرآن کریم سرگذشت بنی اسرائیل را چنین به تفصیل بیان نمود؟ چرا احوال آنها را بیشتر از احوال دیگر امتان بیان کرد؟ آن دو حالت فسادکاری که به آنها منسوب است کدامند و کی رخ می‌دهند؟ آن برتری بزرگ که برایشان است کدام است؟ آن بندگان که خداوند برایشان وعده نموده بود کدام قومند؟ همه این حوادث به مسیر بشریت و واقعیت امروز جهان چی ربطی دارد؟ به همه این سوالها با واسطه یک سیر قرآنی به تاریخ بشریت پاسخ می‌جوییم و برای شما تاریخ را از باز آفرینش آدم تا زمان امروز مختصر بیان می‌کنیم. برایتان اسرار زیادی را کشف نموده همراه افکار و عقاید را مطرح میکنیم که در پیدایش تاریخ سهمی سازنده داشته تا هنوز جریان بشریت را راهنمایی دارند. رمز سوره اسراء، وحی را تحریف نمودن بنی اسرائیل و اثر آن بر مسیر بشریت. این فیلم از کتابی که عیناً همین عنوان را دارد برگرفته شده است که مؤلف آن متخصص در آموزش یهودیت و جریان‌های سری دکتر بها امیر میباشد. لتفسدن في الارض مرتين. Apple, Google, Microsoft, Amazon, Facebook, guess what? They all have research centers in Israel. Every producer who worked there, every director who worked there, every writer who worked there, and every star who worked there was part of the larger system that was created by the Hollywood Jews. Homosexuality, pornography, all the bestiality, all the garbage of the world, which were all run by Jewish people. Israel is changing the world in India, in Asia, in Africa, in Latin America, everywhere. They are controlling many things. Newspaper, medias, Your Majesty, finances. I'm going to stop there. We can change the world. We are. بیشک این فسادکاری و برتری خواهی است چه خیلی که خداوند به ما در آغاز سوره اسراء خبر داده است. وقضینا الی بنی اسرائیل، ما به بنی اسرائیل در کتاب تورات وحی کردیم که دوبار در زمین فساد خواهید کرد و برتری جویی و طغیان بزرگی خواهید نمود. پس هنگامی که وعده نخستین آن دوبار فرا رسد گروهی از بندگان بسیار نیرومند خود را بر شما برانگیزیم، پس برای قتل و کشتار درون خانه ها را جستجو کنند و این وعده شدنی و قطعی است. آنگاه شما را بر آنها چیره گردانیم و شما را با اموال و فرزندان یاریتان کنیم و تعداد نفرات شما را بیشتر از دشمن گردانیم. اگر نیکی کنید به خودتان نیکی کرده اید و اگر بدی کنید باز به خود کرده اید. پس هنگامی که وعده دیگر فرا رسد چنان دشمنان بر شما مسلط هستند که آثار غم و اندوه در چهره هایتان ظاهر می شود و به مسجد درآیند همان گونه که در مرتبه اول وارد شدند و آنچه را زیر سلطه خود یابند یکسره نابود گردانند. از همین آیات ها سیر ما در تاریخ آغاز می‌یابد که طریق آن اسرار سرگذشت بنی اسرائیل و نقش آن را در کجرفت مسیر بشریت کشف خواهیم کرد. از آن که خداوند می‌فرماید شما در زمین دو مراتب فسادکاری خواهید کرد، فهمیده می شود که هر فسادی که رخ می‌دهد حتما پیش از آن آبادکاری بوده است، چون که فسادکاری این از آبادکاری تحول یافتن است، یعنی دو فسادکاری و سه آبادکاری. از این معلوم می شود که سیر ما از 5 ایستگاه عبارت می باشد. آبادکاری یکم با رسالت حضرت موسی علیه السلام بود، فسادکاری یکم با تحریف تورات و نشر آن در بین بشریت، آبادکاری دوم با ظهور محمد صلی الله علیه و سلم و سپس فسادکاری دوم با مبارزه بر ضد وحی الهی و تلاش ها بهر تغییر و تبدیل آن شده است. آبادکاری سوم و وعده آخرین.
اکنون شروع میکنیم به سیر خود. راهنمای ما در این سیر بیشک قرآن کریم باشد که خداوند میفرماید این بیان است برای مردم و هدایت و موعظه است برای متقیان. بیشک قرآن بیان الهی برای تمام مردم در هر دور و زمان است. انسان به وسیله آن میداند که چی کسی او را آفریده است، به چی وظیفه دار کرده است، این وظیفه را چگونه باید ادا نماید، دشمن او کیست و باز همین گونه تفصیلاتی که بدون وحی الهی ادراک آن امکان ندارد. اکنون تصور کنیم که شخص ناخوش خود را میان بیابان بیند که دایر به آن خبری ندارد و نمیداند که چی کسی او را اینجا آورده است، او برای چی اینجا است، نمیداند که خودش را از خطرهای آن چگونه حمایت نماید و به کدام سمت رود تا نجات یابد. شک نیست که این شخص به خریطه نیاز دارد تا راه را گم نکند و در نتیجه هلاک نگردد. از این جاست که سرگذشت آفرینش آدم علیه السلام خریطه الهی درباره هستی می باشد که برای انسان راه را نشان بدهد تا با آن راه یابد و وظیفه خود را ادا نماید. بیشک آن یک گنجینه بزرگ است که خداوند سبحانه و تعالی برای ما و تمام بشریت عطا نموده است. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ و بیاد بیاور هنگامی را که پروردگارت به فرشتگان گفت من در زمین جانشینی قرار خواهم داد. گفتند آیا کسی را در آن قرار می دهی که در آن فساد و خونریزی کند؟ ما تسبیح و حمد تو را به جا می آوریم و تو را تقدیس می کنیم. پروردگار فرمود یقینا من میدانم آنچه را که شما نمیدانید. وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرض. این آیت ها سرگذشت آفرینش را نقل نموده ما را از آن آگاه میکند که آدم چرا آفریده شده است و چگونه خداوند به او نامهای تمام اشیا را آموزانیده است و چگونه او را از فرشته ها برتری داده است، چنانچه به ما دشمنی شیطان را معلوم میکند و چگونه آدم علیه السلام درس را به طور عملی از خود کردند و توبه نمودند و خداوند توبه آن کس را پذیرفت. بعد به زمین فراورده شدند تا آن وظیفه را که بهر آن خداوند آفریده بود انجام دهند، یعنی وظیفه خلافت، یعنی تا که در اجرای احکام الهی و فرموده های الهی از الله تعالی نمایندگی کنند. این سرگذشت با محتوایش امکان ندارد که عقل یا احساس بشری به تنهایی بدون وحی آن را ادراک نماید. وحی نور و هدایت است. ای مردم، به راستی که برای شما از جانب پروردگارتان موعظه‌ای آمد و شفایی برای آنچه در سینه هاست و هدایت و رحمتی برای مؤمنان است. بنابراین قرآن در عموم درباره خدا و این وظیفه‌ای که آدم بهر ادای آن آفریده شده اند خبر می‌دهد و در اکثر آیات‌ها به آن خاطر رسان می‌سازد. ایستگاه نخستین ما، آبادکاری یکم. وظیفه پیامبران از آن عبارت بود که این هدایت و این خریطه الهی را محافظت نمایند. بنابراین هر باری که یگان امت از هدایت الهی رهگم میزد، خداوند پیامبر میفرستاد تا آنها را خاطر رسان کند. و ما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحی الیه. و ما پیش از تو هیچ پیامبری را نفرستادیم مگر آنکه به او وحی کردیم که معبودی جز من نیست، پس تنها مرا عبادت کنید. وقت انسانیت زیاد شد، اراده خداوند چنین آمد که امت از بشریت اختیار کرده شود که مخصوص وحی میگردند تا از آن محافظت نمایند و در وجود خود آن را انعکاس کنند تا دیگر امتها به وسیله آنها هدایت یابند. بنابراین
خداوند برای این رسالت بنی اسرائیل را اختیار نمود، زیرا آنها بر هدایت از همه نزدیک بودند و میراث پیامبران میان آنها بود، زیرا آنها از ابراهیم و اسحاق و یعقوب سرچشمه می‌گرفتند. و به راستی ما آنها را با علم و آگاهی بر جهانیان برگزیدیم و از نشانه ها آنچه به آنها دادیم که آزمایش آشکاری در آن بود. برگزیده شدن آنها به نسب و یا جنس تعلق نداشت، بلکه آن انتخاب بود که به طاعت خداوند ربط داشت و بسته دو شرط بود: یکم ایمان و طاعت و رعایت نمودن تطبیق وحی در حیات خودشان، دوم آن کتابی را که بر آنها نازل شده است به همه مردم بیان نمایند. و به یاد بیاورید هنگامی را که خداوند از کسانی که کتاب آسمانی به آنها داده شد پیمان گرفت که حتما آن را برای مردم بیان کنید و آن را کتمان نکنید، پس آن عهد را پشت سر خود انداختند و به بهای کمی فروختند. چه بد است آنچه می‌خرند. بنابراین وقت عهد را رعایت نکردند، جزایشان لعنت و نفرین شد. پس به خاطر پیمان شکنیشان آنها را از رحمت خیش دور ساختیم و دلهایشان را سخت گردانیدیم. سخنان خدا را از موردش تحریف می کنند و بخشی از آنچه را که به آن پند داده شده بودند فراموش کردند. و پیوسته تو به خیانت تازه‌ای از آنها آگاه می شوی، مگر عده کمی از آنان. پس از آنها درگذر و روی بگردان، بیگمان خداوند نیکوکاران را دوست می دارد. و از آنها این برگزیدگی گرفته شد و آن به همین شرطها به امت اسلام بخشیده شد، زیرا میان خداوند و بندگان جز رابطه بندگی و طاعت دیگر علاقه وجود ندارد. شکی نیست که تورات نیز فراگیر سرگذشت حقیقی آفرینش بود تا بشریت را راهنمایی کند. بنابراین نازل شدن تورات این همان آبادکاری بود که پیش از فسادکاری نخستین بوده است. ایستگاه دوم، فسادکاری یکم. دوره فسادکاری یکم با پنهان داشتن تورات شروع شده است. چون عالمان بنی اسرائیل ادعا کردند که تورات موسی علیه السلام گم شده است، بعد گفتند که خداوند آن را بار دیگر به پیامبرشون عزیر فرستاد. بعد پس از مرگ عزیر باز گفتند که تورات گم شد. سپس برای مردم متنهای بیرون کردند که آن از نوشته های احبارشان بود. آنها گفتند که این همان تورات است، در حالی که آن خیلی تحریف شده بود. بیشترین جایهای تحریف شده آن سرگذشت آفرینش، یعنی تحریف خریطه الهی بود. بعد تحریف آن چنین شد: سرگذشت آفرینش در سفر تکوین. خدا آدم را گرفت، در بهشت عدن جا گذاشت تا در آن کار کند و از آن محافظت نماید. خدا با آدم امر نمود که از هر میوه بهشت میخورید و اما از درخت شناخت بدی و نیکی نخور، زیرا همان روزی که از آن میخوری مردن است. و خدا از زمین برای آدم از حیوانات خشکی و هر پرنده آسمان جلب کرد. آن را به آدم حاضر نمود تا بداند که چی می نامد، و هر چیزی که آدم نام جانوران را نامید همان نام شد. مار میان آفریده های جاندار خدا از همه جاندار حیله‌گر بود. به زن گفت: آیا درست است که خدا به شما از همه میوه های بهشت نخورید گفته است؟ زن گفت: ما از میوه های بهشت میخوریم، ولی از میوه درختی که در مابین بهشت است خدا گفت که از آن نخوریم و به آن دست نرسانیم تا نمیریم. مار به زن گفت: هیچ نمیمیرید، بلکه خدا میداند که همان روزی که از آن میخورید چشمانتان باز میشود و مثل خدا از بدی و نیکی آگاه میگردید. بعد زن دید که آن درخت برای خوردن گوارا است و بدیدن زیبا، و آن درخت
چشم کس را میره باید. بعد از میوه آن گرفت و خورد و به شوهرش نیز داد. او هم خورد. هر دو چشمانشان باز شدند و دانستند که آنها برهنه اند. بعد آدم و همسرش میان درختان بهشت از خدا پنهان شدند. بعد خدا آدم را ندا کرده گفت تو کجایی؟ به زن گفت رنجهای حملداریت را وزنین میکنم و با درد زیاد بچه هایت را تولد میکنی. مردت باشد تو را اداره میکند و تو به او اشتیاق زیاد میکنی. به آدم گفت برای آنکه تو به گپ زنت گوش دادی و از آن درخت خوردی که من به تو از آن نخور گفته بودم، زمین به سبب تو ملعون است و تو از آن تمام ایام حیاتت با رنج میخوری. خدا گفت انا این انسان که مانند ما داننده نیکی و بدی شد، اکنون شاید دستش را دراز نموده از این درخت حیات هم میخورد و تا ابد زنده میماند. بعد خدا او را از بهشت عدن بیرون کرد تا در زمینی که از آن گرفته شده بود کار کند. بنابراین انسان را راند و در جهت شرقی بهشت عدن کروبیم و شمشیر سوزان گردنده برپا نمود تا راه آن درخت حیات را محافظت کند. همین طور این سرگذشت تحریف شد و به منبع مبدل گشت که از آن فسادکاری میان خلقیت ها سرچشمه میگیرد. محتوای سرگذشت تحریف شده بر فهمش بشریت حاکم گشت و زیر تأثیر آن دین ها، مذهب ها و جنبش و اندیشه ها پدید آمدند که همه از دین راستین الهی منحرف شده بودند. همین بود که بشریت را از راه راستین زد و وظیفه نمایندگی اش را که خداوند بر گردنش نهاده بود فراموش ساخت. این همان فسادکاری بنی اسرائیل در روی زمین است. از آن که بنی اسرائیل با این تحریف خیش برای بشریت جهانبینی و عقیده می‌سازند، خودشان را صاحب و مربی انسانیت می‌شمارند. این است همان برتری بزرگ. هذه المساحة الهائلة التي أفردها الله عز وجل في بيانه. این تفصیلات بی‌مثل که خدا برای بیان سرگذشت بنی اسرائیل فراهم آورده است، هدف از آن سه چیز است. یکم اینکه نقش آنها در تاریخ انسانیت خیلی کلان است و آن اثری که به تاریخ گذاشته‌اند شبیه آن را نه در گذشته و نه حاضر یگان ملت دیگر دارا نمی باشد. دوم اینکه این آثار آنها همیشه و هر جا در هر شخص و هر جامعه هست و دیدنی می باشد. سوم اینکه برای آن خداوند درباره آنها به تفصیل بیان نموده است که نقش آنها به مسیر بشریت خیلی پنهان مخفی بوده، نمی شود که شخص آن را به وسیله های ادراک شخصی خود به آسانی درک و فهمیش نماید و ارتباط آن را با بنی اسرائیل کشف کند، چون که خداوند تنها مسئله هایی را به تفصیل بیان می کند که انسان آن را نمی تواند به وسیله های داشته خود فرا بگیرد. وقتی به سرگذشت اصلی برمیگردیم، آن را با این قصه تحریف شده مقایسه می نماییم، مسئله روشن میگردد. طبق سرگذشت اصلی در خریطه الهی، خدا ذات حاکم، قوی، قادر است که به چیز پیدا شو میگوید و اون چیز پیدا می شود. او فرشتگانی دارد که اطاعتکارند و گبدرا، از فرمانهای او سرکشی نمی کنند. او موصوف به تمام صفات کمال و منزه از همه صفات نقص است. اما در سرگذشت تعریف شده، خدا ذاتی است که حیله‌گر، به انسان خیر نمیخواهد، انسان را از درخت معرفت من نموده است. ذاتی است که می شود از وی پنهان شد چگونه که آدم پنهان شده بود. صفاتهای آن خدای از قبیل علم و معرفت و حیات ابدی صفاتهای می باشند که از منبع بیرون از ذات او گرفته شده اند. بالاتر از این، سرگذشت تحریف شده درباره جامعه خدایان سخن می کند و با همین از یک خدا چند خدای دیگر می سازد. انسان در خریطه الهی یک موجود مکرم است که خدا او را به واسطه به دستان خود آفریده، فرشتگان را به سجده او وادار نموده است.
بعد خداوند توبه او را پذیرفته با معرفت و هدایت تامین میکند و وسایل ادای وظیفه اش را فراهم ساخته او را به زمین به مقر نمایندگیش فرود آورده است. ولی در سرگذشت تحریف شده باشد، انسان در روی زمین در حالت رانده شده از نزد خدا، غضب شده بر وی و بدون یگان وظیفه وجود پیدا کرده است. علاوه بر این خدا او را با یگان هدایت و معرفت تامین نکرده است. وظیفه در خریطه الهی. حکمت الهی بر آن رفته بود که مخلوق آفریده شود که اراده آزاد دارد. برای خدا در روی زمین نماینده می شود، آن را آباد می کند، فرموده های خدا را اجرا می نماید که با این وسیله بندگی خود را به طور اختیاری و اطاعتکارانه تحقق می بخشد. ولی در خریطه اسرائیلی آمده است آدم نه همچون نماینده خدا به زمین فرآمده است، بلکه این به مرتبه جزا برای او بود. یعنی انسان به زمین در حالت نافرمانی به خدا و اطاعت به شیطان فرآمده است. God is about to create man and assign him a noble role. I immediately said to myself, no, he obviously got the story all wrong. Man is not put on earth to fill some noble role. He's put on earth as a punishment. Because that's, in my religious tradition, the one of my birth, the one I abandoned, and I'm not putting it down, but that's the way the story is told. And I felt the author got confused. درخت در سرگذشت حقیقی. آن درختی از درختان بهشت است که نوعیت آن به اصل قصه تأثیر ندارد، زیرا من از آن تنها به خاطر امتحان و سنجش و بیان دشمنی شیطان بود و بس. ولی در سرگذشت تحریف شده مشخص گردیده که آن درخت معرفتی نیکی و بدی می باشد. طبق آن خدا سعی کرده که آدم را جاهل و نادان باقی نگه دارد تا معرفت و دانش مخصوص خداها باشد. علم و معرفت در خریطه الهی. خداوند به آدم تمام نامها را دانانیده است. علم نعمت از نعمتهای الهی می باشد که با آن آدم را مسلح نموده برای دانستن نیکی و بدی راهنمایی کرد. ولی در سرگذشت تحریف شده باشد خدا درخت معرفت را به آدم حرام نمود، ولی آدم معرفت را طریق نافرمانی به خدا حاصل نمود. مخلوقات در خریطه الهی. خداوند سبحانه و تعالی یگانه ذات می باشد که تمام مخلوقات را آفریده، یگانه ذات می باشد که به آنها نام نهاده، صفات بر آنها بخشیده است. بنابراین مخلوقات، نامهای آن و صفات آنها همه از جانب خدایند. ولی در سرگذشت تحریف شده باشد آدم همان شخصی می باشد که به مخلوقات نام نهاده است. بنابراین انسان سرچشمه نامها بوده، همان کسی می باشد که به آنها صفت بخشیده است. از این لحاظ انسان در آفرینش شریک الله می باشد. شیطان در خریطه الهی دشمن انسان است که به او به خاطر آن منزله‌ای که در نزد خدا پیدا کرد و آن مکانتی که در کائنات به دست آورد حسد برده است و از سجده کردن به او سرکشی نموده است. او خود و حیات خود را برای گمراه کردن آدم و ذریت او نذر نموده است تا آنها را به دوزخ درآورد و به خدا ثابت سازد که این مخلوق شایسته چنین تکریم و تعظیم نیست. ولی شیطان در خریطه اسرائیلی این چنین مار است. در قاموس کتاب مقدس چنین شرح شده است: مار همان مخلوق است که حوا را از حقیقت آن درخت آشنا کرده به او خبر داد که آنها با خوردن آن به معرفت نائل میشوند و حیله خدا را برایشان بیان نمود. زن در خریطه الهی. جفت مرد و سکونت او است که او را به محبت و مهر تامین می‌سازد و مددگار زندگیش میباشد. بنابراین او پررا کننده مرد است، نه رقیب زندگی او. مرد وظیفه‌دار است که زن را نگاهبین کند، حمایه نماید و مواظبش باشد. ولی طبق سرگذشت تحریف شده زن به فریب شیطان گوش داده، آدم را نیز محض او به خوردن از آن درخت ترغیب نموده است. بنابراین زن نماینده شیطان و سببگار بدبختی و از بهشت رانده شدن مرد می باشد. زمین در خریطه الهی مقر نمایندگی انسان می باشد که خداوند آن را برای انسان مهیا نموده، برایش همه چیز را در آن مسخر ساخته است. بنابراین
آدم به زمین همچون نماینده و رهبر فرآمده است، نه رانده شده و ملعون. ولی در سرگذشت تحریف شده زمین به سبب او لعنت شده است. یعنی زمین بدرقه‌گاه انسان است که همه علاقه خود را با خدا کنده است. معلوم می شود که سرگذشت تحریف شده ظاهرا تلقین میکند که خدا وجود دارد، ولی در تفصیلات آن چیزهای آمده که در وجود شخصی با خدا ایمان آورده اندیشه آن را میکرد که خدا ذات صاحب کمبودی، دشمن انسان است، زیرا او را از معرفت نیکی و بدی منع کرده بود. آدم به زمین بدرقه گردید تا برایش جزا باشد. آدم در حال نافرمانی به خدا بدون توبه و هدایت خالی از یگان وظیفه فراورده شد. سرگذشت تحریف شده میگوید که انسان مخلوق مانند و برابر با خدا می باشد، می تواند که مستقل از خدا باشد. انسان خود اساسهای حیاتش را از قبیل افکار و اندیشه ها و نظام و قانون ها با یاری شیطان که سرگذشت تحریف شده آن را همچون دوست برای انسان نشان میدهد برای خود نهاده است، در حالی که زن را سببگار بدی ها میداند، زیرا او بود که آدم را از راه برد. چنانچه خریطه تحریف شده با خدا نافرمانی کردن را اصل علم و پیشروی میشمارد. از بس که بنی اسرائیل در نشر این تحریفات تلاش میکنند، واقعا به این انحرافات و کجروی های زیاد در مسیر تاریخ باعث شدند. از همین جاست که قرآن کریم بعد آیات های آفرینش آدم به واسطه به بنی اسرائیل خطاب میکند، ناوابسته به ترتیب زمانی و بدون ذکر قومیت هایی که مابین آفرینش آدم و آنها بودند، تا مابین سرگذشت درست آفرینش و تحریفات بنی اسرائیل به آن ارتباط حاصل گردد. قرآن به ما خبر می دهد که طایفه از یهودیان هستند که کتاب راستین را مالکند و اما آن را پنهان می دارند، چنانچه در این آیات ها آمده است. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي ای فرزندان اسرائیل، نعمت مرا که به شما ارزانی داشتم بیاد آورید و به پیمانی که با من بسته اید وفا کنید تا من نیز به پیمان شما وفا کنم و تنها از من بترسید و به آنچه نازل کرده ام ایمان بیاورید که تصدیق کننده چیزی است که با شماست و نخستین کافر به آن نباشید و آیات مرا به بهای ناچیز نفروشید و تنها از من بترسید. ولی این طایفه دیده و دانسته آن را تحریف میکنند. افتطمعون ان یؤمنوا لكم وقد كان فريق آیا امید دارید که به آیین شما ایمان بیاورند با اینکه گروهی از آنان سخن خدا را میشنیدند و پس از فهمیدنش آن را تحریف میکردند و حال آنکه علم و اطلاع داشتند؟ معلوم می شود که طایفه از بنی اسرائیل هستند که کتاب راستین را مالکند و ولی آن را پنهان داشته تحریف میکنند و آن تحریفات را نشر میسازند. این طایفه همیشه وجود داشتند. رمز سوره اسراء، وحی را تحریف نمودن بنی اسرائیل و اثر آن بر مسیر بشریت.